الساکت عن الحق او الرضا بالمنکر کمرتکبه. در کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت لله لکعی آمده است که گفتن که ساکت از حق، این کسی که حق را بیان نمیکند و ساکت است، خاموش است. و آن آدمی که به کار منکر راضی هست، منکر را نکرده است ولی راضی هست، که مرتکبهی، اینا برابری اجرا کننده همین گناه هست. یعنی کسانی که آیین حجاب و فرضیت آن سخن نمی کنند، خاموشند، و کسانی که برای همین منع حجاب راضی هستند، اینها برابری آنهایی که حجاب را منع کردند در گناه شریک هستند. بنابراین اگر خواهید که به این منکر عظیم شریک نباشید، باید شما ساکت نباشید و به این گناه راضی نباشید. علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه در کتاب معجم المناهی اللفظیه از بعض علمای گذشتگان نقل کردند که آنها چنین میگفتند: و فی اللسان آفتان عظیمتان. در زبان دو آفت عظیم است. یعنی زبان دو آفت عظیم دارد. اگر از یکی آن خلاص خوری، از دیگریش خلاص نمیخوری. آفت الکلام و آفت السکوت. آفت سخن کردن، گاهی انسان سخن میکند، سخنش بلای خود میشد. دومینش آفت سکوت، زبانش سکوت میکند، حرف نمیزند، ولی اینم آفت است. و گفتند که وقد یکون کل منهما اعظم اثما من الاخرى فی وقتها. گاه یکی این آفت ها از یکی دیگرش عظیمتر میشود در گناه، یعنی به همون وقتش نگاه کرده. فالساکت عن الحق شیطان اخرس. کسی که از حق سکوت میکند، از بیان حق سکوت میکنه، او شیطانی گونگ است. والمتکلم بالباطل شیطان ناطق. آن آدمی که سخنی باطل میگوید، سخنی ضد شریعت میگوید، این آدم هم شیطان است. این شیطانی سخن کننده است. آن آدمی که سخنی حق را نمیگوید، این شیطانی گونگ است. بنابراین مسئله حجاب این امری معلوم من الدین بالضروره. این یک چیزی هست در دین مقدس اسلام که از ضروریات دین است. کسی در این معذور نیست. حجاب فرض است که با نص قرآن کریم و در حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و در این باره اجماع امت اسلام هست. حافظ ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه در کتاب مراتب الاجماع اجماع امت اسلام را نقل کردن آیید فرض بودن حجاب. و در کتاب نقد مراتب الاجماع شیخ الاسلام به این انکار نکردند، یعنی این را اقرار کردند. و حافظ ابن عبدالبر در کتاب استذکار همین گونه اجماع امت اسلام را آیید فرض بودن حجاب نقل کردند. و البته حجاب این علامت اسلام است و بد دیدن حجاب کفر است. کسی که حجاب را بد می‌بیند او کافر است و کسی که مقابل حجاب می جنگد او با الله سبحانه و تعالی می جنگد و کسی که با الله تعالی می جنگد او مغلوب است و الله عز و جل غالب است. والله تعالی اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.